خدا وقتی به شیطان خواستشو برآورده کرد، گفت به من اجازه بده تا بندگان تو گمراه بکنم. گفت این تو، این بندگان من، هر چی میخوای برو بگیر برای خودت. ولی اونهایی که بندگان واقعی منن، مکر و نیرنگ تو کارساز نیست. دستتون رو بلند بکنید به درگاه خدا. وقتی خداوند تقاضای شیطان که دشمنشه برآورده کرده، بهش این فرصت داد، اگر شما قدم‌های خوبی بردارید، کارهای خوبی بخواید انجام بدید، از خدا تقاضای کمک بکنید، خدا کمکتون نمی‌کنه. خیلی عجیبه. بالا برد و اضافه کرد. تو وقتی از خدا جدا شدید دیگه باید از هر چیزی بترسید. الله از دست ندهید، توحیدتون رو از دست ندهید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینا رو دور بریزید، اعتقادتون رو راسخ بکنید. توحید انسان وقتی لرزید، مثل این که تکیهگاه این ستون فقرات